زیبایی در ظرافت است. سلام عزیزای دل، امیدوار هستم خوب و صحت و سرحال باشین. باز هم اشوا معصومی از چینل یوتیوب پنجره افغانستان در خدمت شما عزیزا هستم. همچنان لایک، فالو، سابسکرایب پنجره افغانستان رو فراموش نکنین. باز هم مثل همیشه ما و همکارایم تلاش میکنیم تا برنامه‌های مفید و جالب دیدنی در خدمت شما عزیزا قرار بدیم و امروز هم به یک جای خیلی ها زیبا و مشهور شهر کابل آمدیم که اطلاع فروشی ارسلان خالد است و ما مطمئن هستم چیزی که خیلی ها خانم‌ها دوست دارن طلا است و یگانه جایی که طلای خیلی زیبا داره، با ظرافت است و کاملا دیزاینش فرق میکنه همینجا است. پس تا آخرین دم برنامه رو بیننده باشین که من کدام طلاها رو به شما عزیزا معرفی میکنم، کدام دیزاین های جدید است و همچنانی که نرخ طلا چند شده و با ما همراه باشین. خب دوستای عزیز، قسمی که براتون گفتم به طلا فروشی ارسلان خالد آمدیم. من مطمئن هستم همه قسم که من هیجانی هستم شما هم هستین. پس با ما بیاین که مسئول طلا فروشی همراه ما هستن که صحبت داشته باشیم همراهشان. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام، صبحتون بخیر. سلام خدمت شما، خدمت دوستای عزیز که ما را بیننده هستن. امید خوب صحتمند باشین. تشکر میکنم از شما. طلا فروشی ارسلان خالد. زنده و سلامت باشین. میشه خود را معرفی کنین؟ تشکر. من مسعود هستم، مسئول طلا فروشی ارسلان خالد. اسمتون؟ مسعود جان. خب مسعود جان، میخوایم در ابتدا این سوال که از شما کنم، چی مدت میشه که در این بخش فعالیت دارین و کار میکنین؟ تقریبا از ما 1 دهه میشه. بله، 10 سال 11 سال میشه که ما فعالیت داریم در بخش طلا فروشی. خب مسعود جان، بر ما بگین که نرخ طلا در این شب روز چگونه است؟ والا نرخ طلا خب فعلا قیمتش بلند هم نیست، پایین هم نیست، خب مناسب است. چون طلا قسمی است که کاتگوری مختلف است، عیار 18 است، 21 است، 22 است. اینا به مطابق عیار خرید فروش میشه. فعلا طلای 21 880 5550 و 5600 افغانی شروعش است. البته با مترتیب با 100 افغانی 200 افغانی فیگران بالاتر و پایینتر نظر به همون دیزاینش چی میشه، قیمتاش جور میشه. ولی طلای 18 که هست باز گرام 4500 4400 این چیزا هستن. خب مسعود جان، از کدام کشورها شما طلا رو وارد میکنین و کدام کشورها طلایشان است فعلا اینجا؟ ما معمولا تمام طلای خود را از دبی وارد میکنیم. ساخت و سازش در دبی میشه. دیزاین های مختلفی را که ما با مشتری خود میاریم از دبی میاریم و دیگه مشتری ما قبول میکنن، مورد پسندشون میباشه و همچنان ما زیادتر کوشش میکنیم که چیزایی را بیاریم که چیزای تاق باشه، خاص باشه و به مشتری خاص ما به فروش برسونیم. مسعود جان، شما گفتین که مشتریایتان قابل قبولشان است. گاهی وقت شده که مشتری ها فرمایش داده باشن براتون، یعنی فرمایشم قبول میکنید؟ دقیقاً. زرگری یا ببخشید طلا فروشی قسمی است که مطابق به میل مشتری ها پیش میره. چیزی را که مشتری ها خواستشان باشه انتخاب بکنن ما برشان میاریم، فرمایششان میگیریم. البته یک چیز است که چون ما از دبی وارد میکنیم یک مثلا 15 روز الی 25 روز وقت در بر میگیره. به این خاطر تا که یک مشتری ما میاد آردر خود برای ما میده و همراهش مثلا ما یا 20% الی 50% پولش رو پیش پرداخت ما میگیریم و بعداً باز تا 15 روز الی 25 روز آردرشون
کابل میرسه. اما مطمئن هستم خیلی ها راضی هم هستن حتما. دقیقاً بله، چون ما تقریبا 11 سال 10 سال میگذره، چون از ما تانوس تجربه خیلی زیاد است انشالله. بله. خب میشه بر ما بگین قیمت ترین طلای کجایی است فعلا؟ طلا مطابق به وزنش است، مطابق به عیارش است. این نیست که مثلا کجایی بیشتر قیمت است، اما یک باریکی گپ هستی که مثلا هر قدر که دیزاین بلندتر و خوبتر و ظریفتر باشه همون قدر باز دستمزدش بالا میشه. مثلا سیتایی داریم که تا 800 گرم باز من براتون نشان میدم، مثلا تا 700 گرم 600 گرم اینا وزنش زیادتر است. باز وقتی که وزن زیادتر میشه معمولا یا طبعا دیگه که پولش هم زیادتر میشه. هر قدر وزن کمتر باشه پولش کمتر میشه. اما باریکی گپ در اینجاست که هر قدر وزن دیزاین خوبتر و مقبولتر و ظریفتر باشه همون قدر دستمزدش یا میکینگش بالاتر میشه. یعنی نکته مهمش است که اگر دیزاینش زیبا باشه پولش هم زیاد میشه. مثلا من یک چیز رو براتون نشون میدم که به چوریا هستن. یعنی چوریا رو ببینید بسیار مقبول است، بسیار ظریف است و یک چیز نو است. اما وقتی که یک چوری که عادی باشه مثلا به این شکل این هم 21880 است و این هم 21880 است، درست است؟ اما این بلندتر اجره داره، چون ما دهی تقریبا 14 درهم الی 15 درهم اجره پرداخت میکنیم. 15 درهم تقسیم 360 فکر که $4 فی گرم $4 مددوبای اجره برازی میدم فی گرم. اما بعضی مثلا 8 درهم 10 درهم اجره پرداخت میکنیم و این است گرم 5550 این است گرم 5600 به خاطر. بله. خب باز دیزاینای شما دیزاین جالی مانند داره، فکر کنم بیشتر امینا مود شده فعلا. خب معمولا امینا مود است و کسایی که دوست دارن ساده استفاده کنن چوریای ساده برشون آوردیم، کسایی که دوست دارن چوری دیزاین دار استفاده کنن دیزاین دار است، کسایی که میخواین مارک استفاده کنن برند استفاده کنن همه چیز در سالن خالد است. ما بسیار جایا دیدیم که امی طلا فروشا وقتی که طلا رو در دستشان میدی با می دیدن و لمس کردن میفهمن که اصلی است یا نقلی. راز ایده چی است؟ خب کدام راز نداره، اون مسلکش است یعنی و باید بفهمه. وقتی که خود یک یوتیوبر هستی، من در مورد یوتیوب یک سوال داشته باشم پیش از اینکه من سوال خودم مطرح کنم تو یک فکر چی ذهنت میاد عاجل میفهمی که همین آدم چی میگه. اما وقتی که طلا باشه چی که باشه فهمیده میشه مسلک ماست. خب میشه که بر ما معرفی رو شروع کنین؟ از کدامش بر ما شروع میکنین؟ ما میایم از اول چوریا رو براتون به معرفی خود گرفتیم. چوریایی که دیزاینای پرفروش است، دیزاینای مقبول است، البته فامیلی است که ببخشید محفلی است. قسم دیزاین است که بیشتر عروس خانم‌ها از یا زیادتر استفاده میکنن و یک سیت خیلی مقبول، دیزاین متفاوت است و ببینین اینجا یک رنگ متفاوت کار شده، یک رنگ بسیار آرام کار شده. عیارش 21880 است و قیمت این عیارش است 84 گرم 84.16 که تقریبا پول از اینو میشه 4,79,700 افغانی است. این طلای کجایی است؟ یا طلای البته ساختش در دبی است، عیارش 21880، دیزاینش هم مراکش است که بیشتر دیزاینای مراکش ایتالیایی عراقی یعنی دیزاینایی است که حالا زیادتر در افغانستان رواج شده که مردم استفاده زیاد کنن. و بعد ترکیبش مثلا چوریای خیلی زیبا مارک است، برند است، ورساچ، عیارش 21880 است، 145 گرم است. خیلی متفاوت، خیلی مقبول. باز اینایی که برند هستن در قیمتشان تفاوت نمیآید؟ بله میآید، چون به خاطر نامش 150 افغانی 200 افغانی 100 افغانی به خاطر نامش پایین بالا میشه و این 145 گرم است. پولش میشه تقریبا 8,45,000 افغانی. البته من نرخ‌ها رو که براتون میگم نرخ امروز است چون نرخ‌ها پایین بالا میشه به خاطر.
و مثلا کسایی که دوست دارن کم ذره ساده تر استفاده بکنن، مثلا در لباسایشون بند نشه یا دیگه نشه، باز مثلا این چوری هست. این هم چوری هست که مثلا خوب مستحکم است، کتکی است یک چیزی و هم یک چیز مقبول است که بند نمیشه و یک رنگ بسیار مقبول، رنگ سرخ داره. تقریبا 93 گرم است. رنگ سرخ دارن، بعضی‌هاش رنگ زرد دارن. دلیلی چی می باشه؟ خب کمپانی متفاوت است، هر کمپانی از خود یک رنگ انتخاب کرده، باز به اون رنگ بیشتر مشتری خود چیز کرده، راضی ساخته. این رنگ خوش مشتری هایش می از خاطر. بله دوستا و همچنان اینی چوری های دخترانه است، 6 دانه مورایی است، بسیار مقبول و ظریف است. 63 گرم وزن داره، 63.45. مورایشون طلا است. بله مکمل. بله دوستا میبینیم چقدر ظریف و زیبا هستی و بعدیشو میبینیم و این چوری بسیار مقبول و زیباست، تقریبا 116 گرم وزن داره، عیارش 21880، دیزاین قطری است، 116 گرم و 31 میلی است. تقریبا پول از این میشه 6,68,000 افغان. دیزاین قطری است. بله و فکر کنم که امو چوری هایتان که خیلی ها مشتری ازش راضی هستن، همینا است که معرفی کردم. دقیقاً همین دیزاین چون دیزاین ها زیاد است. من البته به طور نمونه براتون از سامپل بگویم براتون نشان دادم. مثلا این چوری ها هست خیلی ظریف و مقبول است. از ایران هم 12 دانه ایش ما داریم و هم 6 دانه ایش داریم و بسیار ظریف و بسیار مقبول است. فعلا کدام چوری دارین که مشتری فرمایش داده باشه؟ داردر بله داریم، اما عکس داریم دیگه نمیشه که ما براتون نشان بدیم. و چوری که مثلا بیشتر کم وزن داریم به این شکل چوری های دخترانه هستن. ببینین چوری های کم وزن دخترانه و تقریبا 38 گرم است و البته ساختشون ساخت مقبول است، 38 گرم و 0.6 میلی. پولش میشه 2,17,000 افغانی. چوریای البته پر وزن هم داریم، چوریای کم وزن هم داریم، به هر طبقه مثلا مشتری های ما داریم. بعضی مشتری ها میخواین که میگن که هم با 5 لک یا با 6 لک افغانی بر ما چوری هم درست کو، مثلا سیت هم درست کو و میشه. و بعضی مشتری های ما هست که مثلا بیشتر از 2 میلیون میخواد که هم سیت بگیره هم چوری بگیره. به هر طبقه مشتریایی که دوست دارن مشتری های ما هستن استفاده میکنیم. مثلا وزنای کم و زیاده ما برشان چوری داریم. خب با همین ترتیب میریم. بله بیشتر البته مثلا دیزاینایی که ساده بزرگتر شده میره فکر کنم. بله دیزاینایی که ما ساده داریم، البته کسایی که دوست دارن جالی نباشه باز این دیزاین ها رو انتخاب میکنن. مثلا به شکل دیزاین است، ساده است اما بسیار مقبول. تو مشتریایی هم دارین که از دیزاین سابق بخواین؟ بله ما البته اگر مبالغه نشه ما براتون چی بگم، تقریبا 50% مشتریای ما هستن که هنوز هم همون دیزاینایی که مثلا در ذهنشان هستن به سابق عکس دارن، بر ما میگن که امیر بر ما بیار. باز دارین قسم دیزاینا؟ داریم بله، براتون نشان میدیم. مثلا این دیزاین ها ساده است، بسیار مقبول و تقریبا 4 دانه است. این نگینه که در اینا کار شده باز از کدام سنگ می باشه؟ این سنگ نیست، این خودش طلا است، فقط رنگ است. فقط رنگ است. بله اینو ببینید اینجا فقط رنگ است. بله رنگ تو سرخ رنگ است. بخاطر فکر کنم نگین در طلا نمیشه. نمیشه. میشه؟ بله خب بعضی‌وار هر چیز میشه، سنگ نگین هر چی که باشه. مثلا این دیزاین هست بسیار دیزاین متفاوت. ای از کدام کشور است؟ این هم ساخت مراکشی است، عیارش 21,880. بسیار مقبول دخترانه میتونه که خانم هم از استفاده کنه، میتونه دخترها از استفاده بکنه. و یک چیزی که بیشتر مثلا
دختر خانما براتون بگویم استفاده میکنه و همچنان یک ساخت بسیار مقبول داره. گل است، ساده است و 12 دانه است. بسیار ساده است دوستا، میبینین خیلی زیبا است. این هم فکر کنم مراکشی است. نه اینا قطری است. ببخشید ترکی است یا ساخت ترکی است. و ایره ببینین بسیار زیباست. یک دیزاین متفاوت، یک خیلی زیبا رنگ اما شاین مقبول داره، جلادار است. بله. و وزنش هم خوب است، 68 گرم است. خب عیار چند است؟ 21 است. مکمل طلای کارمو طلای 21 است. و میریم به می ترتیب چون چولیا زیاد است. بله. نمیشه در یک برنامه ما خودت به دوستا البته به معرفی بگیریم و میریم طرف انگشترها و دستبندا و طرف سیتا و بعدا باز اگر وقت داشتیم باز طرف چولیا. چرا نه حتما. بله دوستا. خب اینا البته دستبند داریم. دستبندای متفاوت را ما کارش میکنیم. مثلا این دستبندای برند است، ورساچ. البته از این بیشتر دخترها استفاده میتونن. بسیار زیبا و مقبول است. و بیشتر دختر خانم‌ها دوستم دارن دستبند. بله. مثلا این دستبند که قطری است، بسیار مقبول است. و ما یک چیز دیگر را داریم اگر دوستا زیادتر بتونن بخواین بپوشن، پایزیب است. پایزیب مقبول است. بسیار یک دیزاین جدید هم است. این دیزاین جدید است، پایزیب است و یک خوبی داره و وزن از تقریبا 13 گرم یا 14 گرم است. که قیمتش باز چند میشه؟ تقریبا قیمت از اینا میشه 13 گرم. البته ما تخمینی چی میگرم؟ وزن میگرم. تقریبا پولش میشه 75,000 افغان. 75,000. خیلی زیبا و خیلی متفاوت. ظریف هم هستن. ظریف. خب میشه درباره از دستبندم بر ما معلومات بدین؟ از این؟ بله. از این میشه. این؟ بله. خب این دستبندم البته دیزاین قطری است. دستبند خیلی زیبا است. تقریبا 12 گرم یا 10 گرم میاد. و به همون ترتیب مثلا دستبندایی که شکل کره را داره، این دستبندا است مارکس. بسیار مقبول و بسیار زیبا است. تقریبا 13.5 گرم، تقریبا 80,000 به قدر میشه پولش. مثلا این کارتیر است. بعضی کسا دوست داره که 4 تا 5 دونه استفاده بکنه در یک دست خود. یعنی باز اینجاش نیکین کار شده. بعضی دوستا هستن طلای سفید دوست دارن. باز او فرمایشات طلای سفید هم شما میگیرین؟ میگیریم اما در کابل کس نخواسته تا نوز است. خارج از کشور چطور؟ شاید باشه در خارج خب بیاز است. یعنی شما صادرات دارین؟ افغانستان نه ما وارد میکنیم. صادر از کجا کنیم؟ خب ما از دبی طلا جور میکنیم میاریم اینجا کابل میاریم تو نداریم. چون البته وقتی مثلا صادرات میشه که از یک چیز داشته باشه که یک دیزاینای تا به دیگه کشورها بپذیره اون قسم. و این دیزاین بسیار یک دیزاین دخترانه مقبول است. به این شکل استفاده میشه. بله دوستان میبینین بسیار یک دیزاین زیبا و مقبول. خب مسعود جان برای طفلای خودم دارین دیزاین؟ برای طفلای خورد ما چسبک و چیزا داریم. البته چسبک داریم که یک چسبک مقبول داریم دیگه، نه که از چسبک های سابقه داشته باشه یک چیز جدید. بله دوستان اینجا نمیرسه. خب ما چسبک های خیلی مقبول داریم. البته چسبک های دخترانه داریم که حالا زبانم کدام طرف دیگه نره. خیلی زیبا، خیلی مقبول. اینا دخترانه هستن و کسایی که دیگه دوست دارن با دخترکای نازنینشون استفاده کنن و بخرن دیگه دیگه بسیار مقبول معلوم میشه. بسیار ظریف و دوست داشتنی کوین میشه. و همچنان حرف نام از دستبندای دیگه قسم مثلا شکل دیگه ما داریم خیلی متفاوت. مثلا اینی دیزاین ها رو داریم. البته رنگ آمیزی بسیار مقبول شده. مثلا این دستبند رو داریم
اینا از کدام کشور هستن؟ اینا تمام ساخت دبی است، اما دیزاینش مثلا مراکش، عراقی این دیزاین ها هستن. مثلا این دیزاین و همین ترتیب چی هست. خب ما آمدیم طرف انگشتر و گوشواره. خب ما البته دوست ما اگر میتونن چیز گوشوارای ما رو بگیرن، من یکا یکا برشان به معرفی میگیرم. این گوشوارا البته گوشوارای هم طور کلان است و همچنان گوشوارای محفلی است و گوشوارای مارکدار است، خیلی مقبول است، زیبا است. و ما یک به طور نمونه یک جورش یا دو جورش براتون نشان میدم. مثلا این دیزاینه. بله دوستان ببینین یک چیز کاملا جدید و خاص است. بله این دیگه هیچ خرابی نداره دیگه. انام هست اینجا انگشتر بسیار مقبول است و کسایی که دوست داره که باز اگر بخواید که طریقه چیش ما براتون بگویم، البته به دوستا کسی که دوست داره مثلا زمرد استفاده کنه یا یک نگین دیگه استفاده کنه، باز میتونه این نگینش حسو کنه. بسیار خوب. نگینش پس کنه، یک نگین خیلی مقبول زیبا زمرد یا یک هر نگینی که دوست داره باز استفاده کنه. یعنی قابل تغییر است. بله. بسیار زیباست دوستان، میبینین که خیلی خاص و زیبا است. و اما قسم میریم طرف انگشتری زنانه، البته دخترانه. خیلی میخواین زیادتر مشتری ما عکس از این میارن، باز ما مجبور هستیم ناگزیر هستیم که از این دیزاین هم بیاریم. ببینین چقدر دیزاین فرق کرده. اینا انگشتری های شستی هستن، شستی میگن دیگه، بسیار مقبول است. و این انگشترتان از دبی دیزاین میشه؟ اینا ساخت دبی هستن و چیز از مراکش هستن، دیزاین های مراکش هست. و کسایی که مثلا خوش دارن دیزاین های خرد استفاده بکنن یا کوچک استفاده بکنن، مثلا دیزاین های ماست. بله. به این شکل مثلا این دیزاین های تمام از اینا کوچکتر است. به خانه مثلا 28,000 30,000 20,000 25,000 این دیزاین های ماست. مثلا این دیزاین های گل است، بسیار مود شده حالا هم یک دانه استفاده میکنن دیگه، بسیار زیبا و بسیار مقبول هم است. بسیار زیبا دوستا. فکر کنم دستبند است. ساقبند است. ساقبند است. این ترکایی استفاده میشه. به این شکل چقدر زیبا. مقبول و بسیار زیبا. این رو که بپوشین دیگه دوستا، ضرورت به چوری هم نیست، انگشتر هم نیست. بسیار زیبا. دوستا اگر علاقه داشته باشین که بیاین طلاهای زیبا و با دیزاین‌های زیبا را بخرین، حتما به طلا فروشی ارسلان خالد بیاین که خیلی چیزای زیبا و بسیار دیزاین‌های ظریف دارن. اینا ببینین اما دیزاینایی که عربا زیادتر استفاده میکنه، دخترش بازی است. فکر کنم تاج است. بسیار تاج است به یک طرح جدید است. طرح جدید است. بسیار عالی. قبلا ما پیشترم براتون گفتم که ما درست به دوستا میاریم لاکت هایی که بیشتر مثلا چی شده؟ مد شده این لاکت ها هستن. کاملا دیزاین جدید است. دیزاین های متفاوت است. رنگش هم بسیار متفاوت است. یک رنگ بسیار مقبول داره و یک چیزی هست تو زیاد مثلا انسان به تکلیف نمیسازه که راحت است، جاش بند شوه یا جاش کت شوه یا گپا شوه. به این خاطر سعی کنین یک چیز بسیار مقبول، بسیار زیبا است. امروز دستبند داره، گوشواره داره، انگشتر داره، خیلی مقبول است. بسیار زیبا. و مثلا این دیزاین های ما کسایی که دوست دارن دیزاین ها رو استفاده بکنن، عروسا بیشتر کدام دیزاین ها رو استفاده میکنن؟ من براتون حالا نشان میدم دیگه. بله دوستا، یک و یک تمامش خیلی ها زیباست و چیزای جدید هستن. ستایی که عروسا استفاده میکنن یا خانم ها استفاده میکنن، من رئیسی زیادش و جان خوشم میاد. بسیار مقبول و بسیار یک چیز ظریف است، میشه که در هر لباسی استفاده بکنن. و مثلا ستایی که بیشتر شما گفتین عروس خانم ها استفاده میکنن دیگه، این ستای خانم. بله بسیار مقبول است دوستان. میبینید سعی کنم زیبایی مقبولی ده.
ما زیبایی عروس که میگن بعضا امیسیت است. آه خب اینا کارش مربوط خانوما میشه دیگه. بله و به مو ترتیب میریم طرف ستای کلان. البته من بیشتر براتون گفتم که ما به هر طبقه مشتری های خود داریم. متفاوت اکسیت مقبول است. 222 گرم وزن داره، بسیار اکسیت مقبول است. مثلا این شکل سیتا است، مثلا این قسم سیتا هست. اینا تمامش از میشه که استفاده کنیم. بله. هر کدام به ذوق مشتری است دیگه. بله. بیشتر باز کدامش خوش میکنن مشتریایتان؟ ولی پیش ما هیچ مطرح نشده تا هنوز که چون مشتریای ما فوق العاده داره، مشتری زیاد دارن یعنی فروشات داریم. بله مثلا این سیتا هست، این سیتا بسیار زیبا است، شکل متفاوت را داره. در بین اینا بزرگترین فکر کنم که همین سیتا است. بله این سیتا هم داریم، سیتا دیگه هم داریم. مثلا این 523 گرم است، تقریبا با اصطلاح ما و شما نیم کیلو بالاتر. و سیتاکای فوق العاده مقبول است. اینا سیتایی است که توسط یک چیزی که قسم براتون بگم لاکتای عام. یک لاکت که عام است که در کل جای پیدا میشه، یک لاکتایی که مثلا خاص است مشتریای ما همراه خود خارج میبره. باز بیشتر ما اینا رو برشان پیشنهاد میکنیم. و این کلوبند خیلی مقبول است، بسیار زیباست دوستا میبینین. 21880 و همین ترتیب سیتای ما بیشتر است. بله دوستا، یک تمامش خیلی ها زیبا و ظریف است و اگر ما تمام اینا رو معرفی کنیم من مطمئن هستم 100-200 برنامه رو در بر میگیره. ولی همون زیباتریناش مسعود جان و ما معرفی گرفتن. خب مسعود جان بر ما یک خاطره جالب بگو از دوره فعالیتت. خب ما البته تمام کار ما خاطره است، چون هر وقت که البته ما مثلا کار خود آغاز میکنیم خاطره پیدا میشه. ولی ما بعضی مشتری های ما هستن که مثلا چه قسم براتون بگویم از قبل اما هنگی نمی داشته باشن، بازی جایی که میاین با سر صدایشون مبره مثلا با یک خانم یک زوج براتون بگویم یا یک نامزاد و چی براتون بگویم، چه قسم براتون بگویم. آمدن یک سیت کلان انتخاب کردن، اما نامزادش سیت کلان انتخاب کرد ولی جانب مقابل را خدا تواناییش نداشت که مثلا اون سیتا بخره و از اون دکان ما خیست قار کرد، رفت گریان کرد، جور نامدن. بله باز دوباره پس آمدن باز هم سیتا برشان خریدن، بالاخره زور شدن یعنی. ولی انسان از طبقات بالا آدم پیدا میکنه. ولی این خوب است که از قبل آدم باید چی داشته باشه، اما هنگی امروی جانب مقابل داشته باشه که مثلا 5 لک 10 لک 2 لک 3 لک همون بودجه که مثلا اختصاص میته همون رو قناعت کنن، این خوبتر هست. بله تشکر میکنم از شما مسعود جان. خیر سلامت باشین. زنده و سلامت باشین شما که امروز بر ما اطلاعات خیلی ها زیبا رو معرفی کردین. تشکر میکنم. بخیر سلامت باشین. تشکر از شما و تشکر از عزیزایی که ما رو بیننده بودن. امید که دیزاینری که ما برشان نشان داده بودیم نشان دادیم خوششون آمده باشه. بخیر باشین، خوش آمدین بازم. تشکر میکنم از شما دوستای عزیزم. من امیدوار هستم که برنامه امروز خیلی ها مورد پسند شما ایزا بوده باشه. لایک، فالو، سابسکرایب و کامنت هایتان در صفحه پنجره افغانستان فراموش نکنین. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.